از مدت 4 سال به این طرف در بلژیم زندگی میکنم و 3 سال میشه که خبرنگار هستم و فکر میکنم اولین ژورنالیست افغان هستم در اتحادیه اروپا که کارت اینترنشنال پرس گرفتیم و از ناتو همچنان. شما در افغانستان به عنوان یک نخبه، به عنوان یک خبرنگار اونجا یک کارآمد بالاخره یک درآمد خوب داشتید و حال که آمدین به یک از کشورهای اروپایی پناهنده شدین، زندگیتون تغییر مثبت کرده، منفی کرده؟ چه قسم است میشه؟ دو موضوع را میشه سرش صحبت کردیم. اولی که آمدن به اینجا به خواست خودم نبود، ما مجبور شدم و یک اجبارا ما از افغانستان بیرون شدیم. به عنوان خبرنگاری که ما واقعا میخواستم کار بکنم، من نتونستم به حدی که در اونجا آزادانه کار بکنم، یعنی واقعا ما خود در اونجا مقید میدانستم. تهدیدایی که بود بالاخره ما تصمیم گرفتم که از افغانستان بیرون شوم. یک مسئله موضوعی که ما فعلا اینجا به شکل خبرنگار کار میکنم واقعا بسیار عالی هست. ما کدام سانسور را در بخش کار خود نمی بینم، یعنی فضای کاری ما به نهایت خوب است و ما زندگی میشه گفت که تغییر مثبت کرده از نگاه از این که ما امنیت دارم در اینجا، ولی در افغانستان مشکل جدی ما مشکل امنیتی بود. ولی کارم فکر میکنم که شما ژورنالیست هستین، چیزی که آدم بهش عشق داشته باشه همیشه در هر جایی که باشه، در هر حالتی که باشه میتونه زیادتر جنبای مثبتش ببینه، نه در فکر جنبای منفی از این باشه. خب گذشته از این که مهاجرت مشکلات خود داره، ولی ما فکر میکنم که تانستیم از او بیرون به مشکلات پشت سر بگذارم و به شکلی که میخوایم کار بکنم کار میکنم. اگر تا فعلا در افغانستان بودین، به نظرتون به عنوان یک خبرنگار اونجا میتونستین بیشتر موفق باشین یا حالا در اینجا موفق هستین؟ سوال بسیار خوب. ما فکر میکنم که در اونجا اگر من میبودم شاید ما به صفت خبرنگار که خودم میخواستم خبرنگار باشم نمیتونستم آزادانه کار بکنم، چون همیشه خود سانسوری های بوده که مانع کار ما میشدن، نه تنها از طرف حکومت بلکه از طرف جنگ سالارا میشه آدم بگویه، یا مثلا از طرف طالبان وحشی و همچنان اعضای حزب اسلامی که اینا همیشه مانع فعالیت های مخصوصا خانما میشدن. فکر میکنم که سختی های داشت که من نمیتونستم واقعا چیزی که ما میخوایم نوشته بکنم به او حتما بتونم برسم، ولی در اینجا ما فکر میکنم که بیشتر چانس از این دارم که من چی مینویسم و چگونه باید کار بکنم.